مامان ما یه چالشی داریم. این عکس رو نشون میدیم ببینیم کی میشناستش. میشناسین؟ به نظرتون کیه؟ شبیه باکریه. چی؟ شبیه شاید باکریه تو کتاب. شما هم ببین. نمیشناسین؟ به نظرتون کیه؟ چیه؟ ما گفتم ولی دقیقی یادم نمیاد اسمش. مامان به نظر شما چی؟ نمیدونم. شهید آرمان علیوردی. مامان طلبه بوده، بعد به جرم این که لباس طلبگی و کتابای طلبگی تو کیفش بوده، همین 2 سال پیش یه عده‌ای که به دروغ شعار زن زندگی آزادی میدادن مامان گوشه خیابون اکباتان بچه‌ها کنج دیوار 30 نفر ریختن سرش، یکی با آجر زد یکی با سنگ زد. بعد مامان دیدید میگم به امام حسین رو به قتل صبر شهید کردن، یعنی 3 ساعت بچه‌ها شکنجهش میکنن شهیدش میکنن. بخوای مامان یه با اون مرام قشنگ یه جمله به اونایی که آرمانو اینجوری شهید کردن بگی چی میگی؟ باید انسانیت رو رعایت بکنیم، همدیگر رو باید دوست داشته باشیم. مامان یه لحظه تصور کن دور از جون بچه‌هاتون، خب فکر کن آرمان پسرته، یه جوری زدنش که هنوز خونش تو خیابون اکباتان رو آجراش هست. بخوای یه جمله به اونایی که زدنش بگی چی میگی مامان؟ حلالشون نمی‌کنم، حلال نمی‌کنم، حلال نمی‌کنم. فرزند یه خانواده است، اونم پاره تن یه خانواده است. بعد میدونی بچه‌ها مادرش متولد 59 سنی نداشته. خدا بهشون صبر بده. احساس میکنم خود امام حسین خود آرمان خواسته که امشب رزقتون 2 هدیه خیلی قشنگ بشه. یکی روسری متبرک به حرم آقا امام حسین که مبارکتون باشه، جونن و دلن مبارکتون باشه. و هدیه دوم بعد از اینکه روسری رو سر کردید خانواده شهید قراره به شما هدیه بدن انشاءالله. شما بخوای یه جمله به مامان آرمان بگی چی میگی؟ میگم دمت گرم با این پسری که بزرگ کرد و به دنیا آورد. شما چی؟ من میتونم بگم آره مامان. مامان آرمان ما رو ببخش، مامان آرمان ما رو ببخش، ما رو ببخش، ما رو حبیبی حسین. پیدا کن عاشق آقا نباشه. اگر کسی بگه نه دروغ گفته. حستو تو این روسری متبرک به من بگو. خیلی حس خوبیه. یه قولی میدی به آقا که سعی کنی از سرت نیفته؟ بله برام محترم بود واقعا. یه حس خاصی داشت انگار وقتی که این روسری رو سرم کردم در آغوش امام بودم. یه قولی به آقا میدی سعی کنی از سرت عشق آقا نیفته؟ حتما. مامان حس قشنگ تو به من میگی تو روسری؟ حس خیلی خوب، نمیتونم، قابل توصیف نیست اصلا. ماما یه قولی به آقا میدید به عشق آقا این روسری هیچ وقت نیفته؟ بله مبارکتون باشه زیارت امام حسین و کربلا. حاج خانم جان بفرمایید. حاج خانم بانی سفر کربلاتون شدن هر 4 بزرگوار. بفرمایید حاج خانم مبارکتون باشه.